سلام به چنل یوتیوبم خوش اومدین. انشاءالله که این روزهای ایام فاطمیه رو جدی بگیرین و با هم نذر نمک انجام بدیم، نذر آرد انجام بدیم، صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو بفرستیم، نماز استغاثه بخونیم. دوستان گلم، اینا همه حاجت روایی داره، مشکل گشایی داره. حتما این ایام فاطمیه رو جدی بگیرین. تا حالا نذر نمک انجام دادی برای حاجت روایی؟ خیلی مجربه و حاجت میده. اگه جوون بیکار داری یا جوونت سر به حواس، حرفتو گوش نمیده، مریض داری، بیکار تو خونه داری، همسرت اذیتت میکنه، اولاد نداری، خونه نداری، مستاجری، پول پیش خونت کمه، نمیتونی جور کنی، کافیه تو این ایام فاطمیه 5 تا نمک نذر کنی. میخوای از بیکاری نجات پیدا کنی و از افسردگی نجات پیدا کنی، سوره یاسین رو بخون. ولی اینجور که من میگم انشاءالله سوره یاسین رو میخونی و از افسردگی و بیکاری نجات پیدا میکنی. خدا یک در بزرگ برات باز میکنه. اول که سوره یاسین رو شروع میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. دوباره یک بار دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. دوباره یک بار دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. بعد سلام قول من رب الرحیم که رسیدی 70 مرتبه بخون. بعد که 70 مرتبه خوندی، بقیه آیه ها رو هم بخون و تا سوره تموم شه. انشاءالله که حاجت روا بشی، مشکل بیکاریت حل بشه، مشکل افسردگیت از بین بره با خوندن سوره یاسین. سوره یاسین قلب قرآنه و حاجت روایی بسیار زیادی داره. فقط کافیه 2 هفته اینجوری که من به شما گفتم بخونین، انشاءالله که فرجی بشه براتون. میخوایم قفل‌های زندگیمونو یکی یکی باز کنیم. اگر مشکل داری، گرفتاری، 30 روز این کار رو انجام بده. اول که بیدار شدی از خواب اسفندود کن به مدت 30 روز. به مدت 30 روز توسل کنیم به خانم ام البنین. اول که از خواب بیدار میشی اسفندود کن، هر روز تا 30 روز. بعد یک بار سوره حمدو بخون، 100 مرتبه هم صلوات بفرست و 100 مرتبه هم بگو یا ام البنین و هر روز 100 مرتبه این 4 تا ذکرم بگو، یا رزاق، یا رازق، یا وهاب، یا فتاح. هر روز این 4 تا ذکر رو 100 مرتبه تا 30 روز بگو، یا وهاب، یا فتاح، یا رزاق، یا رازق. انشاءالله که خانم ام البنین دستتو میگیره، دست رد به سینت نمیزنه، مشکلتو حل میکنه، گرفتاری تو برطرف. ذکرای هفتگی، مثلا شنبه 100 مرتبه بگو یا فتاح، یعنی راههای بسته به رویمون باز میشه با گفتن یا فتاح. یک شنبه 100 مرتبه بگو یا رزاق، یعنی خدا رزق روزی زیاد بهمون بده، یا رزاق برای رزق و روزی فراوون. دوشنبه 100 مرتبه بگو یا لطیف، یعنی لطف خدای بزرگ شامل حال ما بشه. سه شنبه 100 مرتبه بگو یا غنی،
یعنی ما رو بی‌نیاز کنه از مال و ثروت دنیا. چهارشنبه 100 مرتبه یا باسط، یعنی رزق و روزی فراوون. پنجشنبه 100 مرتبه یا حکیم، یعنی دوری شدن از مریضی و بیماری ها. جمعه هم 100 مرتبه میگیم یا نور، یعنی خدا یه نور بزرگی تو زندگیمون و عشقمون بده. حتما هر هفته این ذکرها رو انجام بدین، کلن 1 دقیقه هم طول نمیکشه. اگر این 5 تا خواب رو ببینی قطعا پولدار میشی. چند مورد از خواب رو میخوام بهتون بگم که پولدار میشین، ثروتمند میشین، از فقر و بیچارگی نجات پیدا میکنی. اول دیدن ماهی تو خوابه. مثلا خواب دیدی ماهی گرفتی، یا داری ماهی میخوری، یا داری ماهی میخری، این برای رزق روزی و ثروت فراوونه، پول فراوونه، افزایش رزق و روزیه، افزایش پوله. بیشتر آدما میگن ما رو تو خواب ببینی یعنی دشمنته، ولی نه، اگه ما رو تو خواب دیدی که پیشته یا دورت پیچیده یا مار سیاه تو خواب دیدی یعنی افزایش رزق روزی فراوون. همه میگن مار رو وقتی ببینی دشمنه، مار سیاه، ولی نه، مار رو تو خواب ببینی یعنی افزایش رزق و روزی فراوون تو زندگیتون. اگر آتش تو خواب ببینی، خواب دیدی یه جا آتش گرفته، یا مثلا تو خواب داری آتش رو میبینی، اینم باعث رزق روزی و ثروت فراوون. ولی اگر دود تو خواب ببینی حتما صدقه بده. ولی آتش باعث افزایش رزق و روزی فراوونه. دریا و رودخونه اگه تو خواب ببینی باز افزایش رزق و روزی و ثروت فراوونه. خواب دیدی از آسمون داره بارون میاد، از سقف خونه داره آب میریزه، اینا همه باعث رزق و روزی و برکت و ثروت فراوونه. اگه دیدی خاک حیاتو داری جارو میکنی، یه جا رفتی خاک داری رو خاک قدم میزنی، باز چیه؟ ثروت و افزایش رزق و روزی فراوونه، پول فراوونه، ثروت فراوونه. این 5 تا رو اگه تو خواب ببینی ثروتمند. هر وقت صدای اذان شنیدی سریع 50 مرتبه میگی حسبی الله، 7 مرتبه میگی یا وهاب، 7 مرتبه میگی یا هادی، 7 مرتبه بگو یا رازق. همیشه مراقب گویشمون باشیم. اگر بتونیم گویشمون رو کنترل کنیم معجزه میشه. معجزه بیان دوستان. به هیچ عنوان کلمات منفی به کار نبریم، حتی اگر تنهاییم. فکر نکنیم که ای وای اگه این کار کنیم اینجور میشه، اون کار کنیم اونجور. اصلا فکر منفی رو از کلت بده بیرون. از کلمات مثبت استفاده کلمات مثبت رو تکرار کن، انشاءالله اثر مثبتش رو میبینی. باز شدن گره های سخت روزی 40 مرتبه بگو یا قاضی الحاجات. شک نکن که میشه نمیشه، این قاضی الحاجات رو دارم میگم آیا حاجت میگیرم یا نمیگیرم. اصلا اینجوری فکر نکن، فقط توسل کن به خدا و روزی 40 مرتبه بگو یا قاضی الحاجات. قرآن رو همیشه بخون، معجزه میکنه. حتی شده 1 خط. نگو قرآن بلد نیستم، غلط میخونم. کم کم یواش یواش بخون. اگه بلد نیستی معنیشو بخون، اگه بلد نیستی گوش کن از تلویزیون. همیشه بعد از غذا به مامانت نگو دستت در نکنه، بگو مامان دستت طلا، مامان سلامت باشی، خدا قوت. یادم قدیما وقتی مادرامون میخواستن به ما ناسزا بگن میگفتن پدر صلواتی، پدر آمرزیده، خونت آباد شه.
این ناسزایی بود که قدیما به بچه هاشون میگفتن، یعنی همیشه کار خیره، اصلا هیچ ناسزای بدی در کار نیست. مراقب گویشمون باشیم، این گویش خیلی مهمه، مثبت، منفی اصلا به هیچ عنوان. میدونی موقع استجابت دعا کیه؟ همون موقع که اذان میزنن. حتما اون موقع که اذان میزنن دعا کن. به نیت خونه دار شدن میخوایم چله خانم فاطمه زهرا رو بگیریم. میخوای خونه دارشی؟ مدت 40 روز هر روز صلوات خاصه خانم فاطمه زهرا رو بخون. به مدت 40 روز هر روز چله خانم حضرت زهرا رو شروع کنیم. پارسال که این چله رو گذاشتم بیشتر دوستان خونه خریدن، خونه دار شدن، حاجت روا شدن. بیشتر دوستان حاجت روا شدن. اگر با من آمنه گیلکی همراه هستی چنل یوتیوب رو فالو کن. التماس دعا.